مشتری عزیزمون 183 گرم و 380 طلا خریدیم. بریم ذوبش کنیم ببینیم چقدر کسب میده. از این طلا بشه. موقعی که طلا حرارت میبینه به این شکل سیاه میشه. بعد اینکه طلا رو آب کردیم به حالت آب شده در اومد، داخل اسید که بندازیم دوباره رنگ اصلی طلا برمیگرده. اینو باید ببریم بندازیم تو اسید بره رنگش. بزرگه همش هم توی اسید 2 گرم و 90 صد کس داد. حالشو بخوایم حساب کنیم زد داره 11 و 70 طلای الان تقریبا ما 23 میلیون و 130 رو این معامله ضرر کردیم. البته اگه راستشو بخواین این 23 میلیون خورده ای ضرر ما نشد، چون من اون مقداری که جرم داشت رو از مشتری کم کرده بودم از قبل. متاسفانه مشتری عزیزمون متحمل این ضرر شدن و باعثش هم این بوده که از یه جای نامعتبر طلای 2-3% گرفتن. قربونتون برم کسی به فکر شما نیست. جایی که 2% 3% داره طلای بدون اجرتون میده اصلا نمیصرفه برای ماه طلا فروش. اصلا 2% 3% واقعا نمیصرفه با این مالیاتایی که سنگینی که داریم میدیم. کسی که 2-3% بهتون میده داره از یه جای دیگه اون 3-4% رو ازتون میگیره. اینو مطمئن باشید. اینو مطمئن باشید. از جای معتبر خرید کنید.